دلو دادم به جزیره، ما دیگه تنهای دل نمیپذیره. اونا رفتن تو جزیره، عشق و حالشون به راهه. کدوم زوج قراره برنده شه، برنده قشنگ شه. ببینیم چه زوجی قراره برنده شه. دلو دادم به جزیره، دیگه تنهایی دل نمیپذیره. عشق و عاشقی for today. سلام دوستان، من کدنوهام هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با یک ویدیو خفن و جذاب. امروز اومدیم با قسمت دوم اسمش چی بود؟ عشق ابدی که واقعا انقدر فشار خودم زدیم دیگه. آره آقا لایک و سابیتون نره، ایشون عضو مرد هستن. این عضو علی ربات علی هست، ماکاروف و پیرایستلی به جای خودم گذاشتن. اینم مارا و مانتاری و دی قرار هم انتخاب کنن که ببینیم چه اتفاقایی قراره بیفته. انقدر به خانم دیم گفتم که بره پارتنرش رو انتخاب کنه. ویوی من اول نگاه کنه اینجوری میشه سارا نگرم هرکی کندید ایشون یا خانم ماکارو حرمت داره نکن. بعد اینجا به خانم خانم خالی مارا گفتم که آها اینجا آقای ربات علی به آقای خانم سیزخور مانتاره میخوره و دیگه چیکار کنه. بچه ها راستی بهتون یه چیزی نگفتم، این که قراره بین این کسایی که همون به عنوان پارتنر انتخاب کردن، چون آقا کالافیه دیگه، ورژن کالافیه، قراره اینی که همون انتخاب کردن قراره با هم فایت بدن و برنده همه اینا قراره هر کدوم 80 تا سیب ببرن دیگه. ببخشید خیلی پول نداشتم دیگه، ولی خب اگه حمایتم کنید حتما از این چالش ها میذارن، چالش های سیپی دار. امیدوارم که حمایت کنید که خستگیم در برشون. واقعا سر این ویدیو خیلی خسته شدم، چون واقعا یه هفته هماهنگی با بچه ها واقعا خیلی سخت بود. یکی یه بار نمی اومد، یکی یا صداش نمی اومد، یکی صداش قطع بود، یا یکی وقتش نمی کشید و اینا، یا مثلا یکی خونه نبود و از این حرفا دیگه. لطفا حمایت کنید، یعنی از ته دل امیدوارم که این ویدیو رو لایک کنید، سابم یادتون نره دیگه. قراره این ویدیو خیلی قشنگ باشه. بچه ها مچ بتل شروع شده و بریم که ببینیم چه اتفاقات قراره بیفته تو این مچ بتل و برنده قراره 80 تا سیبی ببره اگه اسکودش قراره ببره. حالا واسهتون عکسش رو قطعا تو تلگرام تو ویدیو نمیذارم، چون احتمالاً به تایمش بستگی داره دیگه. آقا لایک و ساب یادتون نره دیگه، بهتون یادم نمیخوام بکنم. بعد ببینیم بچه ها چیکار میکنن، پخش میشن، چه جوری بازی میکنن. من صدا قطع کنم دوباره شروع شد. ببینیم چه اتفاقات قرار بیفته. از تیم سی پخش شدن، بیا با همن و ایام با همن. بهتون میگم ای و بی و سی چجوری. ای تیم جده خاله مارا و امو پرایس، و تیم بی هم دیمو ماکاروف، و تیم سی هم خیلی تیم خفن نسبت بقیه، آقا امون ربات علی و مانتاری. که ببینیم چیکار قراره بکنن دیگه. ببینیم چیکار دارن میکنن. مپشون کیلو رفته کیل هاوس، اینم رفته فار. تیم سی واقعا احتمال شکسته شدنش همین اولا هست
و ای هم میبینید که یکیشون AFK، حالا AFK که نیست، قطعا شد برگرده، قطعا برمیگرده. بعد اینم که دارن فعلا لوت میکنن تا ببینیم چی میشه. من فعلا میمونم تا ببینیم دیگه چی میشه، تا من فعلا قطعا ویدیو تو ببینیم چی میشه. بچه‌ها اینجا دیگه بریم ببینیم چی میشه، چه اتفاقاتی قراره بیفته. تیم A قراره بره سمت دراپ. اینجا که میبینید تیم A و تیم B دارن میرن با هم سمت دراپ. حالا احتمالاً یه فایت قشنگی خواهیم دید. یعنی من حالا تضمین نمیدم از این جدول، خوب احتمالاً فایتشون قشنگ باشه و ببینیم چی کار میکنه تیم A. B دراپ رو گرفت فکر کنم، بیا دارن میرن سمت دراپ، فهمیدن که ماشین دنبالشونه و فکر کنم رفتن گرفتن. اوه دارن دمیج میدن، از اون بدن دمیج میدن. مارا خاله مارا خیلی دارن دمیج میدن. خود این استک دمیج میشه، نسبتا آرمورش رو شکوندن. آره. و ببینیم از اون یکی از تیمه ایش کنم امو پرایس رو میبینیم. امو پرایس رو میبینیم چی کار میکنه، میزنه. بابا باری کلا امو پرایس میزنه اولی و دومی هم داره فرار میکنه. ببینیم چی کار میکنه امو پرایس قوی میزنه فکر کنم، میاد میزنه. بابا باری کلا امو پرایس سری گانسوش میکنه و یه نفر رو میزنه، میره واسه دومین نفر. ببینیم اون یکی خود سلف ریوایو داشت، خوش ریوایو داشت. من همین انور رفته بودن لابی. ببینیم که چیکار میکنه. اون پشت مشت قایم شده، قطعا جاش لو میره چون که نفسش کم میاره و فکر کنم فهمید چون بالا. و بله فکر کنم از اون تیم فهمیدن که چیزه که نکنی دمیجی خورد و بله مرد را چیز خاله ما رو زدش و خاله ما رو فعلا یکی گرفته. ولی خیلی بازی قشنگی فعلا تا اینجا کار به نظر من بازی قشنگی بوده. فعلا تیم سی هیچ کاری نکرد در قبال مثلا اینکه فایت بده. تیم سی اصلا هیچ کاری نکردیم در قبال فایت دادن. ببینیم چیکار میکنه. یکی از بچه تیم بی رفته، دیم رفته تیم تو چیز نیو ویژن. ببینیم چیکار میخواد کنه. میخواد اینجا حالا لوت کنه که بریم ببینیم. من بچه ها رو اسپکتاشون رفتم و اینا که ببینیم چه اتفاقاتی قراره بیفته. الان که اینجا میبینیم 1 کیلو 141 لوت کردن، فعلا در حال لوت کردنه. حالا بریم اون ور ببینیم چه خبره. یکی رو ناک میکنه بنازم، یکی هم میزنه که نه میمیره. واقعا خیلی قشنگ زدن. ما دیر رسیدیم یعنی تو فایت دادن دیدیمش که حالا اینم که اناکی بلند میشه و اناکی بلند میشه و امو پرس خیلی یار خوب بوده نسبتا. اینجا فکر کنم دراپ بخرن و آره دیگه دراپ میخرن. قوانین بازی بود که دراپ بخرن و مثلا نید بی نهایت، ولی خب نید ننداختن. این بچه های باشلفی هم. ببینیم با تلی و چیکار میکنن. فعلا که در حال لوتن، فعلا همونجا وایستادن که بیان تا بیاد مثلا بگیرن چیزو دیگه. ماکاروفو اگه بخواد بیا سر لوتش دوباره. ببینیم چی کارا میکنن. ماکاروف رو هوا نه ماکاروف اینجاست. دوباره میره سر لوتش و بله فهمیدم امو پرایس با کارای بدش رو انمیا نه ها روزانه نه چیز اشتباه شد ادیتور که نه آره هی دارن اینجا دراپ میندازن که خیال خودشون بابت گان دراپشون راحت کنن. یه تیم سی و اینجا هم تیم ای اینجا رو کلن تصرف کرده که ببینه چیکار میکنه. خاله مارا واقعا خوب بازی نکرده نسبتا، ولی امو پرایس یه عمو چیز پرایس اسمش چیز دیگه بوده، قبلا هم کچل بوده دیگه. دوران پرایس تموم شده. درباره یکی دیگه رفتم چیز اشتب شد. بعد میبینیم تیم سیو که داره میچرخه این دورو بره، از این برا داره میره اون برا، که احتمالا فایت های سنگینی خواهیم دید چون که اگه اینطوری باشه
فایت های سنگینی میبینیم. الان مثلا چون اینا دارن سمت نیو ویژن میرن، خب اونا سمت نیو ویژنن، زون برای علیهشون نیست، به نفعشونه تو بیشتر اوقات. الان اینجا میتونن راحت برن بگیرن اینجا رو. ولی خب من خیلی دور قمری زدیم، میتونستی همونو مستقیم بی دیگه. وقتی تو داکشیال اشکا نره. چارلی میره که دراپانو بگیره و بله اینجا میبینیم که اینجا وایستادن که ببینن کسی میاد دنبالشون یا نه. موجو رو چیز گریدم. ماکاروف رو میبینیم که ببینیم چی کار میکنه. اون بالا هم امو پرایس رو میبینیم، خاله مارا رو میبینیم دنبال موجو هم. قشنگ فهمیدن که موجو فهم اونجاه. و اینجا میبینیم که بله داره میره سمت دراپ و احتمالا فایت قشنگ ببینیم اینجا، احتمال داره. بله میرن سمت هم و فکر کنم فهمید از تیم بی دیم فهمید و بله چی کشیده حالا گان اچس فشاری کشیده بابا بنازم. اچس فشاری کشیده دمش کرد. واسه 8 مردم واسه 80 تا سی بی چیکار میکنن بنازم. و مانتاریا میبینیم اینجا داره غیر اندازه باش با یه جورایی خودشو برسونه چون دیده یارش مرده. و میبینیم که بله اینجا ماشین موجو رو سوزوندن و موجو رو یه بد جوری زدن. نکن بالا زده موجو رو با ماشین ترکوندن ماشین ماکاروف. اشتباه شد، من اشتباهی صوتی زیاد دارم، ادیتور قطعش کن. آره الانم که مانتاره داره میره سمت پایین و چارلی هم قطعا فهمیدی که انمی پیششه و بعد از همینجا با تلی میره سمت بعد حالا ببینیم که ماکاروف چیکار کنه. اینجا اومد لوتش رو برداشت، احتمالا انمی داره اینجا. بله صدا ماشین رو میشنوه چون گاندرابو کشیده قبلا، فکر کنم کشیده. آره اون اول بازی کشیده بودن و خب من واسه شما نذاشته بودم چون واسه لوت کردن و ایناشو نذاشتم. ببینیم میزنه ایزی بابا بنازم. ماکاروف با سطح بازی خوبش دیگه. حالا بچه ها اسمتشون آوردن دیگه واقعا حالا یا اشتباه شده حالا حوصله نرم این نیم ساعت. خب اینجا ببینیم که میزنه و فینیشش میره، کیل اولش رو میگیره آقای ماکاروف. و اینجا ببینیم که مانتاری هنوز همینجان. اینا که چیه تیم سی هم تصرف کرده اینجا رو، یعنی نیو ویژن رو تصرف خودش کرده و احتمال اینجا یه فایت قشنگ ببینیم. بله میزنه، ببینیم چه اتفاق قرار بیفته. بسم الله. بابا باری کلو بهترین شات سالو میبینیم. نه بهترین شات سالو نمیبینیم ولی یه قشنگ ترین شات هایی بود که تا حالا دیده بودم، واقعا قشنگ بود جدا دمش گرم. و دیگه ریوایو نمیشن بچه ها، پس دیگه واقعا الان مثلا احتمال داره که به این زودی ها تیم سی بلابی بره. تیم سی دیگه. ببینیم تیم ای منتظر تیمای دیگه که بیان بدنشون لابی، یعنی بره لابی احتمالش هست. یعنی تیم ای هم که تیم سی ریسک نمی کنه، تیم ای هم خیلی ریسکی داره خط میگیره و چیز میکنه و احتمالا ماکاروف هم نسبت به این مسئله فکر کنم خبردار باشه که انمی خواهد داشت تو این نیو ویژن، چون قشنگ احتمالا انمی داشته باشه دیگه. حالا ماکاروف رو میبینیم اینجا، میبینیم که هنوز کمپ، یعنی تیم سی فعلا نسبت برتری رو داره اینجا. ولی خب بازم ببینیم چه اتفاق قرار بیفته. اینجا رو میبینیم که ماکاروف کمپیده. خب کمپیدن بهترین راه حل فعلا واسش. ببینیم اون طرف چه اتفاق میفته. یه راش میده خالمارا و خالمارا اولیو میخوره. بله خالمارا اولیو میخوره، خالمارا ناک میشه و دومی هم میزنه و بله میفرسته لابی. کسی که مدعی بود که
ببره رو میفرسته لابی و واقعا میتونه یه عامل تاثیرگذار باشه و هواناک باشه دیگه. واقعا خیلی خوب نباسش و میبینیم که آیا میتونه دیم 80 تا سی پی رو برای تیمش بیاره یا رباتلی، که من میگم که واقعا نسبت به شانسی که داره من میگم که دیم، چون واقعا دیم بیشتر موقع خیلی خوب بازی کرده. حالا مثلا تو فایت های نزدیک مثلا 2-2 کم آوردن چون کاور خوبی نداشتن، ولی خب من میگم دیم احتمال زدنش زیاده، چون خب احتمالا چیزم داشته باشه، های گراند داشته باشه. بله قشنگ فهمید که اونجاست و احتمالا یک یک عدد اینا رو نمیدونم، من بشکن گوزه چربی بندازه پس کله رباتلی. ببینیم چه اتفاق میفته. بله یه دمیج ریز میده، دوباره میندازه که ببینه چه اتفاق میفته و بله با گوزه چربی ببینیم چی کار کرد. امیدوارن که ببرن. حالا ببینیم چی کارا میشه کرد. واقعا گوزه چرب حواسش رو جایی که میشه پرت کرد، الان یه این میگیره که ببینه چه خبره. هایگرند و چارلی داره و احتمال بردن دیم اشتباه شد. من خیلی عذرخواهی میکنم از شما دیگه. حالا من اسمشون رو میگم اونو بعضی موقع دیگه دهنم در میره. ببینیم چه اتفاقی میفته. آیا تو زون آخر کی برنده میشه؟ دیم علی یا رباتلی؟ دیم، من میگم دیم احتمالش زیاده. نه دیم اینجا احتمالا مرده، ولی اصلا فکر نکنم ربات فهمیده باشه که دیم اینجاست و دیم یه قدرتشو میزنه راش میده خط میگیره. دیم ربات اصلا نمیفهمه، انگار ربات اصلا نخوندمه رسما اینجا و یه نیده دیگه هم میندازه چون قدرتش بالاه و ببینید چیکار میکنه. با چه فشاری راش میده، بخواد ببینه چیکارا میکنه این پسر. ببینیم چیکار میکنه. دمیج میده، دمیج و تمام. برنده تیم 2 و دیم و ماکاروف برنده میشن. من که ویدیو رو دیدید لایک و ساب یادتون نره. انشالله بزنید دیگه خستگیمون در بره. اسکرین شات های هم تو چنل تلگرام میذارم تو دیسکریپشن. از بای.